عرض سلام و احترام. میخوایم نحوه استریل کردن ابزار در دندانپزشکی زاگرس را نشان دهیم. در مرحله اول که ست بیمار را میآوریم، ابزار را با دقت میشوریم. حال ابزار را حداقل نیم ساعت در داخل محلول آب و میکروتن که مایع ضد عفونی هست قرار می دهیم. مدت نیم ساعت ابزار را درآورده و داخل دستگاه اولتراسونیک قرار می دهیم که این دستگاه با لرزشی که ایجاد می کند بین ابزار باعث پاکیزگی و تمیز کردن آنها می شود. ابزار را که از داخل دستگاه درآوردیم داخل دستگاه ماشین ظرفشویی مخصوص دندانپزشکی می‌گذاریم و یک قرص مخصوص به آن داخل آن قرار می‌دهیم. دمای آب دستگاه را بر روی 70 درجه تنظیم می‌کنیم و حدود 2 ساعت تا 30 دقیقه زمان می‌برد که دستگاه ماشین ظرفشویی ما تمام شود. ماشین ظرفشویی ما تموم شد. حالا ابزار را درآورده و میرم برای پک کردن. همونطور که میبینید پک ها را آماده کرده و پشت آن تاریخ زده میشود.
ها رو میبندیم. مرحله آخر اتوکلاو است که بعد از پک کردن ابزارهای پک شده را داخل آن قرار می دهیم. حال می‌گذاریم ابزار داخل دستگاه اتوکلاو استریل شود. تمامی این مرحله های استریل داخل کلینیک دندانپزشکی زاگرس رعایت می‌شود.